سلام خدمت همراهان کانال نیمه شب. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. امشب براتون یک داستان آماده کردیم به نام عروسی در جاده نمکزار. امیدوارم از این داستان ترسناک لذت ببرید. فقط قبلش حتما اگه علاقه‌مند به داستان‌های ترسناک و جنایی هستید کانال ما رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید. اگه موافق باشید بزنید بریم سراغ این داستان. اواخر تابستون بود، زمانی که کویر هنوز نفس میکشید و هوا در جاده های خاکی میلرزید. 3 جوان اهل تهران، آریا، روحام و میلاد تصمیم گرفته بودند برای ساخت یک مستند درباره پدیده های طبیعی به کویر مرکزی ایران سفر کنند. آنها شنیده بودند که در حوالی روستای چشم سفید جاده‌ای به نمکزاری منتهی می شود که شبها از آن صدای دهل و نی شنیده می شود. اهالی به آنجا می گفتند قزل دره، دره‌ای که هیچ کس جرأت نمی کرد شبانه به سمتش بره. پیرمردی در روستا گفته بود جاده قزل دره شبهای جمعه زنده میشه. اونجا محل عروسیه، اما نه برای آدم‌ها. پسرا که اهل خرافه نبودند خندیدن و بی‌توجهی به هشدار چادر خود را 2 کیلومتر مانده به دره در دل کویر برپا کردند. اولین شب آرام گذشت. باد ملایمی از سمت تپه‌های شنی می آمد و صدای زوزه با سکوت شب کویر ترکیب می شد. اما از حوالی ساعت 3 بامداد صدایی آهسته به گوش رسید. روحام که شب زنده‌دارتر از بقیه بود اول صدای نی را شنید. صدای بم کشیده‌ای که انگار از زیر زمین می اومد. سپس صدای دهل و بعد صدای خنده و شادی. روحام از چادر بیرون زد. صدای موسیقی از سمت قزل دره می اومد. وقتی به چادر برگشت میلاد و آریا رو بیدار کرد. آنها با بی‌حوصلگی گفتند که شاید کار چوپان‌های اطراف باشه، اما صبح روز بعد چوپانی در کار نبود. تنها نشانه رد پای کوچکی بود که انگار با پای برهنه روی خاک نمکی جا مونده بود. رد پایی که هنوز ناپدید می شدند. شب دوم اتفاق عجیبی افتاد که آنها را وادار کرد شک کنند. جلوی چادرشان کاغذی پیدا کردند. با خطی عجیب و قدیمی به زبان فارسی شکسته نوشته شده بود: شما به ضیافت امشب دعوتید. دهل خواهید نواخت و لباس سفید فراموش نشود. میلاد گفت خب لابد شوخیه. شاید یکی از بچه‌های روستا داره با همون شوخی میکنه. اما آریا که مسئول دوربین بود گفت نه، توی دوربین امنیتی چیزی نیفتاده. هیچ کس نیومده اینجا. اصلا هیچ نشونه ای از ورود کسی نیست. شب با تردید گذشت. اما حوالی نیمه شب زمین شروع به لرزیدن کرد. لرزشی خفیف اما ممتد. انگار صداها در زیر زمین میرقصیدند. ساعت حدود 3:30 بامداد بود که صدای دهل واضح تر از همیشه می اومد. نورهایی از دل دره سو می زدن. روحام که حالا ترسش به هیجان تبدیل شده بود با دوربین به سمت صدا رفت. آریا و میلاد هم دنبالش رفتند. در میان مه سفید و نمکزار به جایی رسیدن که نور ماه به سختی آنجا رو روشن می کرد. آنها چیزی دیدند که باورش غیر ممکن بود. سطح‌ها موجود با قدهای کوتاه و لباسهای براق و چهره‌هایی پوشیده، زن و مرد در حال رقص و پایکوبی بودند. عروس قد بلندتر از بقیه لباس سفید بلندی به تن داشت، اما صورتش دیده نمی‌شد. داماد چشمانی سرخ داشت و دستی بلندتر از معمول انسان‌ها. موجودی عجیب به آنها نزدیک شد و گفت مهمان‌ها را آوردید؟ عروسی بدون شما که نمی‌شد. آنگاه همه چیز تاریک شد. صبح روز بعد 3 پسر کیلومترها دورتر
در کنار یک جاده خاکی بیدار شدند. هیچ چیزی از شب قبل به یاد نداشتند. دوربین‌ها، لپتاپ و تجهیزاتشان ناپدید شده بود. تنها چیزی که با خود داشتند تکه‌ای از لباس سفید عروس بود که به کفش روحام گیر کرده بود. وقتی به روستا برگشتند، پیرمردی آنها را دید و با وحشت به عقب رفت و به اونا گفت شماها دیگه آدم نیستید. نگاهتون خیلی فرق داره. چند هفته بعد میلاد گم شد. پلیس گفت که به شمال رفته و ناپدید شده. آریا هم در خواب شروع به صحبت کردن با زبان عجیب می کرد. روحام تنها کسی بود که هنوز سالم مونده بود. اما یک شب صدایی در اتاقش پیچید. شاهد بودی. حالا باید عروسی خودت رو ببینی. و روحامم دیگه دیده نشد. میگن قزل‌دره فقط دنبال آدم‌های کنجکاوه. وقتی دعوتنامه رو قبول کنی بر نمیگردی. یا جسمت میمونه یا روحت. شایدم برعکس. عروسی جنها هر سال تکرار میشه. گاهی تو ایران، گاهی توی هند و گاهی توی کوههای افغانستان. و همیشه 3 شاهد نیاز داره. اگه یه شب توی کویر صدای دهل و رقص و شادی و پایکوبی شنیدی، فرار نکن، چون خیلی دیره. خیلی ممنون که تا اینجای داستان همراه ما بودید. امیدوارم از این داستان لذت کافی رو بوده باشید. اگه علاقه من به داستان‌های جنایی و ترسناک هستید، حتما کانال نیمه شب رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید. یا اگر داستانی دارید حتما برامون توی کامنت را بنویسید. تا یک ویدیوی دیگه و یک داستان ترسناک دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.